به کارهای تجاری بپردازید که آن شما را از مال دیگران بی‌نیاز می‌کند. خداوند عزوجل پیشور درست کار را دوست دارد. این جمله فقط یک توصیه ساده نیست، بلکه یک نقشه راه برای موفقیت و عزت انسانه. امام علی علیه السلام می‌خواهند به ما بگویند اگر می‌خواهی همیشه سربلند باشی و دستت جلوی دیگران دراز نباشه، برو سراغ تجارت و کار. تجارت درست و سالم هم دنیای تو رو آباد می‌کنه، هم آخرتت رو. چون خدا کسی رو که در کارش صداقت، انصاف و درستکاری داره رو دوست داره. تجارت سالم یعنی با مشتری رو راست باشی، کالای خوبی بهش بدی، قیمت منصفانه بگذاری و هیچ وقت فریبش ندهی. همین اصول ساده باعث میشه مشتری بهت اعتماد کنه، برکت وارد کارت بشه و کم کم استقلال مالی پیدا کنی. درسی که از این حدیث میگیریم اینه که به جای این که همیشه به فکر قرض کردن و وابسته بودن باشیم، بهتر دنبال کاری باشیم که ما رو بی‌نیاز و قدرتمند میکنه. شروع کار سخت نیست، حتی با یک مهارت کوچیک یا یک محصول ساده هم میشه وارد بازار کار شد. مهمتر از همه باید یاد بگیریم که در تجارت اعتماد سرمایه اصلیه. نتیجه این که امام علی علیه السلام با این سخن به ما یاد میدن که عزت در کار و تلاشه، نه در وابستگی. اگر میخوایی عزیز باشی و روزیت پربرکت بشه، وارد تجارت شو و همیشه درست کار باش. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودی. ازت درخواست دارم که کانال رو دنبال کنی و این ویدیو رو لایک کنی.